سلام دوستان، امروز اومدیم تا یک جعبه خیلی عجیب رو با هم باز کنیم. فقط همین اول بگم که اگه مشکلی داریم و میترسین به هیچ عنوان این ویدیو رو نبینیم و ردش کنین و اگر هم دیدین محتوای اون رو با تمام دوستاتون، با کسایی که میدونین جنبه ندارن به اشتراک نذارین، شاید از دستتون ناراحت بشن. این جعبه تازه امروز به دستم رسیده، بریم ببینیم که داخلش چیه. فقط بازم اشاره میکنم مواظب باشین و اگه مشکل قلبی یا ترس دارین این ویدیو رو ردش کنین. ترسیدی؟ نه ترس.